ما به ایران که میرسیم خیلی راحت همه در مورد انحصار قدرت، تمرکز قدرت در دست یک نفر ولی فقیه صحبت میکنیم. اما وقتی که در صحنه جهانی میرسیم به این که امپریالیسم امریکا هر روز داره همه حتی قوانینی که خودش گذاشته زیر پا میذاره و از طریق ناتو دنیا رو میخواد میلیتاریزه بکنه و کشورها رو وارد بکنه، این رو ما اصلا خطر نمیبینیم که چرا یک ولایت جهانی باید وجود داشته باشه که هر وقت اراده میکنه. ببینید شب و روز میگن فلان کشور رژیم چنج، این رو میزه اون رو میزه. این نقش به یک روشنفکر قرن 21 باید بر بخوره. مسئله ایران گذشته از بحران ناکارآمدی، مسئله تحریم ها و عدم، چرا تحریم میشه؟ برای اینکه آمریکا خیلی پس همه دنیا رو تحریم میکنه. آمریکا حق نداره همه دنیا تقصیر دارن به غیر از مسئولین جمهوری اسلامی. آمریکا در مقام